بدانید که دین یک انسان از حسن بصری روایت می آرند یا گفتیم آثار می آرند ما تم دین و عبد قط حتی یتم عقله. میگویند دین یگان انسان کامل نمی شود تا زمانی که او عقلش کامل نشود، عقل خودش کامل نشود. و آنهایی که عقل دارند و عقل بالا دارند همیشه نفس خود را محاسبه میکنند. ای تو چی کار کردی؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ و همیشه درباره چقدر کم کردن عملهای ثواب خود فکر میکنند. میگویند عقل قلبها را بنا میکند، یعنی قلبهای انسانها با عقل ساخته می شود و عقل انسانها را به آرزوهایش می رساند. و بدانید که سعادت عقل یعنی خوشبختی در عقل دار بودن هست و آنهایی که اختیار خوب کرده می توانند چی بد است و چی خوب است آن را جدا کرده می توانند، انا اینها عاقلان هستند. و اگر عقل را صورت کرده می شد، به شکل در آورده می شد، آفتاب در نزد روشنایی عقل خیلی و خیلی تاریک و ظلمات وامی نمود. یعنی میگن اینقدر عقل روشن است، اینقدر عقل نورانی و پر از نور است که آفتاب با آن همه بزرگی اگر عقل را ما به یک صورت در آوردیم در نزد عقل به نور و تاریک می نماید. بعد از این میگویند بدانید انسان عاقل به آن چیزی که الان از سرش میگذرد و به آن چیزی که از مصیبت ها به سرش می آید یا که شاید بیاید غم نمی خورد، برای آن که می داند که غم فایده ای ندارد. شاید پس از 1 سال به سر من این گونه آید، شاید پس از مدت احوال من خراب گردد، شاید فرزندان من به آن روز گرفتار شوند، شاید فلانی بالای سر من بلای بیاورد. اصلا برای آینده غم نمی خورد، چون می داند که غم فایده ندارد و غم زیاد میگویند عقل را ضعیف می کند. یعنی برای چیزهای آینده غم خوردن عقل انسان را ضعیف می کند. تو بعد از اینکه عقلت ضعیف شد به خطا و به صواب راه رفتن را گم میکنی، یکی به خطا رفته میمانی، یکی از کارهای درست دست کشیده میتوانی. و این چنین میگویند انسانی با عقل به گذشته ها غصه نمیخورد، برای آینده غم نمیخورد، به گذشته هایش غصه نمیخورد.